وطنان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. ما امروز آمدیم بالای دریای برکی مرز دبی و نمیدونم کویت و چند کشور است دیگه. ما آمدیم که از دوستای خود یک گزارش بگیریم، ما را همراهی کنیم. سلام علیک. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جانتون جون است؟ بخیر هستین؟ من اینجا بسیم. اینجا کجا است؟ اینجا ایران است، بندر رک. این دریا به اسم چی است؟ این دریای بر است. بلیان. خوب است. چند سال میشه تو همین منطقه هستی؟ ما یک 5 سال میشه یک بار رفتم افغانستان، بعد من 3 سال میشه ایران. خوب است. برای دوستا هم گفتنی داری؟ برای دوستا فعلا چی بگویم والا بیارد؟ هر چی دوست داری؟ یا فعلا گفتنی نداریم، درباره دریا میتونیم صحبت کنیم. خب میتونید درباره این دریا با دوستا بگویم که چقدر ایران از این دریا درآمد داره؟ مونه دریا نه ایران خیلی درآمد داره، خیلی لنجاش میره دبی، بارگیری کم یا اینجا بندر رک میره، بعد بندر رک برو میره و تهران دیگه در ایران دیگه پخش میشه دیگه. خوب است. خیلی بخیر باشید. اینم دوستش